العراق. بله بلند بونا آستا آلوزین دناف بین تهران و واشنگتن ده ام در باسی هلسینکی یا فینلاند دبن دکتر مجید حقی شروعکاری سیاسی جه هلسینکی لبام لگل منه دم باش دکتر مجید دکتر دخوازم جوی پرسید سپی بکم کوم آستا آلوزیان دناف بین امریکا و ایرانی ده ما داویده هنجی بلندتر بونه آلی هفودو به ایریشباری توان بارد کن سکنا آلیان دوی دما داویدت چاوادن ارقینه از باورم به چند هجرت نوخویی لوار ایرانی وزده بیجم و دروایی هن آلوزی کتنه هریمی دا یک جوان مثلا سالوگیرا هاتن کشتنا پاستار سلیمان قاسم سلیمانیه و چند هفتیان بریجی پاستار اتمی ایرانی فخریزاده هات کشتن ایران جی بریارا تولوتگرنی کریه او حتی خامنه‌ای سال پارجی دماکو موشک آویتنا بنده امریکا لبغداد دا العراق دا ببورن گوتن اوتنی دست پیک بو مهینا توله نکریه لهم بردا دبرکو لامریکا جی آلگوهرتنا دسترات تی برشاو کردن او آلوزینیان بونه سبب اینه که آمریکا بو مثلا پیشگیری کردنی ده هر هجره که طول وکلنا ایرانی دا هزین خوا و جمعی خویا بن بحری شاندی هریمی اسرائیلی جهر رساج بو که پیش هر جورا احتمالات شرعی یا احتمالات تکنچوران بگیریتن شاندی شدیدی از بیجم اول پروسپکتیو که مازنتر دادی دیدن او پروسپکتیو مازن جه اوه که پیوندی نوبر اسرائیل و ولایات عربی بر باشید شید او پارسان جاهز و دستورات عسکری و سیاسی و دیپلماسی لحریمی دا به ضرر ایرانی هاتی گوهرتن و او آرایشین گوهاتی گوهرتن در راستی دا ایران خستیه باندوره که یعنی بن در راستی دا محاصره که مازن هم آلیه امریکا و هم جی آلیه اسرائیل. دکتر مجید نوها آلوزین دناف بینام ایران و امریکا ده زیده بارین وانا لسر میدان ولاتین دن پیکتین یعنی بغداد عراق بویا میدان کو آلوزین دناف بینا امریکا و ایرانی ده تیده رو دن ایران امریکا ایرانی بویا که تومت بارده که کو ملیشیات بسر خواه دکه کو ایریشا ببن سر بالوسخانه امریکا برجبندین امریکا بارگاهین امریکا العراقي افسكنا ايراني وحلبستا امريكا تشاواد نرخيني دكتور پشتی که حکومت عراق هات روخاندن حکومت عراق یا بری حکومت صدام هات روخاندن ایران در فتره مزنج بو خودید که به پشتیبانی او هزین شیعه که به سالان اپوزیسیون صدام بون و ایران دیجیان به پشتیبانی آنها دایره نفوذ خو نتنه دورات اندن وقتی بیجن سوریه و لبنان و یمن زیده کرد بلکه بیت نو آخا عراق دا و بوی شوی دا دراستی دا ایران هاتا نو لیزا منطقه لیزا ولایت آمریکا دا بری و دماغ روحانی سلوک نواند استراتژی ایرانی بود لگوتراتی داد بیشتن که اگر ام بخوازبن پیشا هریش دشمنی خو خصمای آمریکا بگیرن ام دوی از جنو آخوان دا جنو نقطه استراتژی وان دا شرعی آمریکا بکن او استراتژی هان او دکترینا روحانی که وقتی خول 20 سال بری هاتی برچاو کردن نها هدی ام د عرض واقع داده بینه هم چالاکین ایران لسوریه لیمن لبنان و خاص مایوان پشتی روحان صدام حسینه لنو کایه سیاسی عراق دا و آلوزین که لعراق دا هنه بری که کشی نوخوی عراق بند دراستی دا حولدان ایران جبو ویکو نفوذ آمریکا لوی هریمی دا دور بکت و ببید سبب این که آمریکا لپروژه دموکراتیزاسیون کردن عراق دا یعنی آلیکاری عراق جبو پروسه دموکراتیزی دا شکستی بخود و دولت هلال شیعه لوی هرمی دا برفراب کرد بروی که آمریکا بوی که جلق حساسات برای که آمریکا باید جلق مزن جبو رو خواندن صدام دا جبو جنوا آودان کردن و عراق دا و نتنی که عسکری ما هاتن کشن به میلیاران به صدام میلیاران سرمایه لوی ولاتی دا هاتی دانین بروی که او هفچونا برجواندیان لعراق و لحریم دین داجی تیده برچاو کردن خاص مایی ایران جبو کو بشیتن برسیوا
نارضایی نوخو بدتن هوجه به دجمنه که دلتی هیا او دجمنی دلتی چیکلنا فضای که خیالی لهاتنا دجمن در دورا ایرانیه جبوکو بشیتن نوخو سرکوب کرد حکومت خو دسالات خو زیادتر بر پیش بد و جلویجی ریا احتمال هیرشا او بیجی دجمن بو نوخو ایرانی بگیرید. باشه دکتر جان اف یک نه ای ریشه که دیجی سروریا ولاتکی دن دستوردانه که بو روشا اولی آرامی کنسنسوسا جواتی گو دی ولاتکی دن دم گرگون نها ام لسر عراقی قصد کنکوم باندوره که لسر روشا اولی آرامی دانوستاندنین جواکی پیش روشه که اولا آرام آشتیانه یا عراقی بخواه اول راستی بیت دماغ جوات تک شکابی یعنی جوات که وقت جوات عراق کو تک شکای هم لواری آینی و اولی و هم لواری مذهبی و هم لواری علاقه‌داری سیاسی و او بیت میدان که ولو کو اکتور درکی و کو دسالات دروی عراقی بونمونه ایران ترکیه سعودی آمریکا و همو ولات دیدن بین دستکاری لولات بتن و هر یک جوانا اجنده خود ولات دا پیش بتخن و لهز نوخوی و ولات دا بکار بینن ایران جی یک جوان ولاته کو حول گرگ دا یعنی بدیروتیجی حول کو نفوذ خود نو عراق دا خاص ما نو عراق کو پرانیان شیعنا بر پیش بدات ویدمی اولویه ولات او کو بجنی سروریا ولات جبو ولات وکو ایرانی نه پلایم ده بلکه پیشوچونا آرمان جوان برای پیش برنا اجنده انوانی سیاسی و آبروری و عسکری لپیشینه ویدمی خلکی عراق جی بیت قربانی کردن نه بالاونه او کو راستی بید او ارتیا خلکی عراقی که هزین عراقی نه کو ریندن هزین درکی خاص ما ایران لکارباری نوخوی واندا دخالت بکرد دستیوردان بکرد جبوکو بشین سروری سیاسی خراجن دبرکم سروری سیاسی هر بلاطه و هر نتواکی لناو خود دست بکرد دما کن ناو خود او سروری نبو او یجتنا نبو او هاف جتنا نبو تیجهش نجنبو هر وقت مقابل کردستان دال باشور کردستان جوها دسالات یعنی در فج بو هزین درکی پیدا بی جبوکو نفوذ خوب کن او اجنده خود ویدا پیش ببند. دکتر مجید نوها گواکم رو آلو زیاد پیوندین نابینا تهران و واشنگتنی ده دگریدستان نوها لسر هریما روش لعتا ناوین آلو زیکی گلکی برفره خورد لچندین ولاتان لگلک جهان دناف بینا ایران و امریکا ده هیا آلو زید گلک کشین گریدایی روشا پیدا کرنا میاندنا اورانیومی پیدا کرنا چکین اتمی هیا تو باور که کو بهاتنا ادمنستراسیونا بایدن د پیوندین دنا بینا واشنگتن تهرانی ده نرمیه که پیدا به آلوزی کمتر ببن گر آلی ده حلوسی خود بردوام بن آلوزی نو برای ایران و امریکا دا وقت جری به دیرو که خواه هست برکو بنجها کمار اسلامی ایران لسر دجاتی دجال امریکا خاص ما و دجال اسرائیل هات پیش امریکا روزا یکم کو آیت الله خمینی هات سرکار ببورن امریکا وقت شیطان مزن نوبر اسرائیل جی وقت سرطانک ل روشلات نوین رابر کو او سرطان دبی نمید او استراتژیا ایران بو ایدئولوژیک و بو برنامه سرکی ایران دجاوی خود دجال و ملاتا دا دجی برجاندین و ولاتن هم برویجی هات سرکار ادمنستراسیون تازه امریکا یعنی بایدن از نباورم پرسکریتین دیروتی ایران و امریکا جناب برد برکو خامنه‌ای به چندین جا گفتی بوان فرق نکرد چه کسی که کوشکاسپیه دبرکو امریکا دشمنه و هر تیم ده درشمه خدا لسلوگان خدا مرد بر امریکا دبیجن مرن بو امریکا نمان بو اسرائیل دبیجن و حتی او درشمه هیا او دیتنه هیا از نباورم کو نزدیک بودن زور هبیتن بلکه دبرکو بایدن سیاستمداره که سیاستوانه که بیج مودراتوره او حاول بدات کو بو وجرا برجام هن حولا بدات ل او جرام بوی که بچم فاکتورین ناوچهی خاص هریما روشلات نوراست او هریم اروپا جیره ده و تیدیتن تیزانین ل هفتین در باز بود دو برنامه مازن هم ل نتوی جدید و هم جد پارلمان اروپا دا دبر پیشت کردن ما فی مرو به آوای که تند هات در کردن ل ایرانی دا اوانجی شوندانن ل هجر وزارین بایدن جبو گوتبیج جل ایرانی
وخاص ما او جوهرتنا بارسان جاهز لروشالات ناوين ده يعني لما دي دوان سي ما هذا 4 ولايات عربي دجال اسرائيل پیوندی دیپلماتیک گرفتن اسرائیل جیر بحریه خوب بوجاره یکم به شیوهی اشتراک به کنداوی دشینیتن اوانا حمود من اصل ببین که او پارستان جا حزب بی تسوی کنه ادمینستراتور دستورات بایدن چون نزدیک ایران بیت آن او شیوه نزدیک بینه به شیوهی بیت بله سپاس بوده دکتر مجید حقی شروع فکاری سیاسی گوش